به به، بالاخره خبری که منتظرش بودیم اومد. خرید و فروش جت شخصی تو ایران آزاد شد. حالا قیمت ناچیز این جت های شخصی چقدره؟ جت های 2 نفره تو ایران 40 میلیارد و جت های 8 نفره 100 میلیارد تومان. لابد میگید کی پول داره اینا رو بخره؟ همین الان چند تا از فوتبالیستامون مثل علی دایی و سردار آزمون و علیرضا جوانبخش جت شخصی دارن. این چیزا هم بین فوتبالیستا عادی و جواد خیابانی که فوتبالیستی که جت شخصی نداشته باشه فوتبالیست نیست. مثلا مسی یک جت شخصی داره که 2000 میلیارد تومان فی میخوره. 16 تا صندلی داره، یه آشپزخونه داره، 2 تا سرویس بهداشتی و تخت 2 نفره و اتاق نارخوری و تلویزیون. مسی یه کار جالب انجام داده. اونم اینه که روی دم جت اومده عدد 10 رو نوشته و روی پله‌های جت شخصیش هم اسم تک تک اعضای خانواده‌اش رو هک کرده. حالا اینکه چیزی نیست اگه بدونید جت رونالدو چه امکاناتی داره که کرک و برگاتون میریزه. برای اینکه ببینید رونالدو و نیمار و بازیکن‌های معروف دیگه چند تا جت دارن و قیمت و امکاناتشون چیه، ویدیو جدید کانال یوتیوب ما رو تماشا کنید. واسه تماشای ویدیوی کاملش روی لینکی که پایین این شورت تگ شده بزنید و ویدیو رو ببینید.